برای ایمان آوردن آنان بود. در همین حال نسیم کیهانی در حال تغییر بود و قرار بود احمد حسن در آینده نزدیک سکوت خود را بشکند. پس از 6 سال در غیبت احمد حسن بازگشتند و 40 تن از نزدیکترین انصار خود را جمع نمودند. در پشت صحنه امری بزرگ در حال رخ دادن بود. در 23 ژانویه سال 2015 مطابق با 3 بهمن 1393 شمسی در برابر چشمان همه دنیا معجزه‌ای رخ داد. قرنها پیش رسول الله فرمودند حجاز توسط مردی حکمرانی خواهد شد که نامش همانند نام یک حیوان است. اگر به او نگاه کنید از دور می‌بینید که چشمانش چپ هستند. اگر به او نزدیک شوید می‌بینید که چشمانش هیچ مشکلی ندارند. برادرش که عبدالله نام دارد جانشین او خواهد شد. وای بر شیعه ما از او. و ایشان را 3 مرتبه تکرار نمودند. به من بشارت مرگش را بدهید و من به شما بشارت ظهور حجت را می‌دهم. درست به همان شکل که نبوت از پیش خبر داده بود، حجاز توسط مردی با نام یک حیوان حکمرانی شد. ملک فهد که دارای این ویژگی خاص توصیف شده در روایات بود. از دور چشمانشان چپ به نظر می رسیدند، اما از فاصله نزدیکتر عادی به نظر می رسیدند. برخلاف ترتیب معمول جانشینی، پس از او برادرش عبدالله به خلافت رسید. علاوه بر آن او یکی از افراد مهم مذهب وهابیت بود و بدین شکل دشمن درجه 1 خاندان محمد. در 23 ژانویه سال 2015 مطابق با 3 بهمن سال 1393 شمسی خبر رسید که شاه عربستان سعودی عبدالله ابن عبدالعزیز مرد. آن نیمی از پیشگویی را محقق کرد. آنچه که باقی مانده بود آن بود که پیامبر بشارت ظهور حجت را بیاورند و آن در همان شب محقق شد، هنگامی که 12 تن از اصحاب احمد حسن برای ملاقات با امام مهدی محمد ابن الحسن برده شدند. این 12 مرد تنها افراد بر کره زمین بودند که این وعده قدیمی پیامبر را تحقق بخشیدند. در همان شب 12 مرد بشارت را از طریق ویدئویی که در یوتیوب پست کرده بودند بشارت دادند. آن روز نه تنها نشانه گذار ظهور امام مهدی شد، بلکه نشانه گذار ظهور امام احمد حسن پس از سالها غیبت بود. اکنون زمان آن بود تا ایشان حقشان را بازپس گیرند و پرچم‌های سیاه برافراشته شدند. عبدالستار محمود آل المهدی: پس از آنکه این پرچم برافراشته شد و دعوت شروع به گسترش کرد و ما شروع به دریافت اندکی از علم امام احمد حسن کردیم، من خود به شخصه در مورد امر امام مهدی بسیار می‌خواندم و تحقیق می‌کردم. اهل بیت می‌فرمودند که ایشان خواهند آمد تا امور بزرگی را